نمی‌کنن. سانداری دروازه، فرصت برای استقلال، یه ضربه سر و توی دروازه گل برای استقلال گل مساوی رو خیلی سریع میزنه و بهزاد غلامپور رو می‌بینید که نزدیک به خوشحالی یکی از دیگر نیمکت نشینا رو بزنه. پاسم میدوزه در آن برای فرهاد مجیدی، موقع بازیکن استقلال این تو بین گل میکنه یا نه؟ گل میکنه. گل برای تیم استقلال توسط فرهاد مجیدی. شیس رضایی، پاس خوب برای نوری، حرکت نوری، توپ رو جا میگذاره، خودش میره جلو، توپ رو با یه خوب از رحمتی، حالا جباری، پاس در عمق، موقعیت برای فرهاد مجیدی، وارد منطقه جریمه میشه فرهاد مجیدی و توی دروازه گل برای استقلال. یه سوپر گل از فرهاد مجیدی. چه موقعی گل میزنه این بازیکن. استقلال یکی جلو میافته در وقتهای تلف شده این مسابقه. یه توپ سالم بهش رسید و اون رو وارد تو این فصل برای پرسپولیس خوب کار کرده حسین بادامکی. کرام جباری فرصت خوبی داره به عنوان یک بازی ساز، میبره برای میداودی. حالا میداودی موقعیت برای زدن توپ که میزنه، برگشت توپ، یه بار دیگه فرصت و توی دروازه بازم فرهاد مجیدی گل میزنه برای تیم استقلال. گل‌های پرتعداد مجیدی به پرسپولیس در سالهای اخیر واقعا حالا باعث شده محبوبیت فوق‌العاده‌ای در نزد طرفداران تیم استقلال پیدا بکنه.